لا 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 دوشنبه راهش دور نکی ای پریژ زور نکی ای پریژ زور نکی ای پریژ زور دوشنبه راهش دور. السلام علیکم. و علیکم السلام. عزیز فرجان سازی خوبی؟ عملی مولتم خرسان توی خرسندم البته یک مرکی دوست رفت و زبه خرسندی داره خرسندی دوست خرسندی بوبی تای بچه اینمی مام آخری ماه میشو ها ای خرسندی رو میگم برم این بار ها برم او بار ساتر رو بگه جوی موسیقی بچه این خرسندی نیست این که تو تست این بیماری ای کسلی ای این آدمی ساق سلامت خیلی فکر نمیکنم. من همه آخری ماه میشه و یک روز هم خیلی میشم خیلی کسل میشی؟ خیلی کسل میشم. بعدا میگیرم میگم این بار برم او بار برم با او رستوران برم داوری با جوی موسیقی چه دختر کار است کنه کنه خاصا و میگم بالای سر رقاصه داره پول بیچوشم وای بیچوشم اما خیلی میشم. نه کدام وقتا خیلی کسل میشی؟ همه آخری ماه مشکو چند روز کسل میشی؟ یه روز این همی حاضر ای خرسندی میگم ترم یکم سنبتم چه؟ الا ها ایش بخواه بچم یا بچوشم نه چوش حیف حالی میشه. سرطنه چوشم نه زفر جون نه چوش حیف میشه. یک حقی فرزند کاتای تو بر همانو بتوی ما خرسان بیا بچوشم بابی اکوی زفر جونی همین روزی خرسندی من روزی همین نصرین ساعت فایده بابی بیای تر کسال شدی یا خیلی روز گوش کیا نه چوش حیف میشه. اگر بسیار اگر در کار نباشه خیلی نمیجاگ پرتو همیته نه چوش اگر برایکی ریسک بابی تمی دویم در روی زمین چوشیدیم دارم یه چینده گشتیم یا بارک توپ کک بگیریم در کار نباشه همینجی پرتش الا دیدی ای چوشیدن این خوب نیسته به این میانای درمند دیمو با کایر خم شده میچینیم. این سلامت باشی زفر جان به همین اخیری هر ماه چند روز کسل میشم گفتی؟ یک روز کسل میشی؟ کسل میشم وای همین کسل کشیدم ای بار به ای بار دیگه بو میرم اون رستوران رو اون میکنم بو رقصان از کیسم پول میچوشم بالای سرشان ده وای بگم برای چی خیلی کسل میشم؟ راست میگی تا ولی اخیری ماه یا همین روز پیشی بانک قطعی گذاشتگی بودی؟ کارتی پولگیری معاشات در کیسات بود؟ بود بیس انا که تو همو کارتات قطعی معاشات هموشه گرفتی ای بانک؟ همشه گرفتم شی تمام فهمیدم کسلی تو معلومه چی معلومه؟ کسلی تو معلوم شد دواش هم معلومه خیلی بگو آخه چی؟ تا معاش گرفتگی آیلیکای کارخانتون این همین روز گرفتگی کیسات پری پولای این همین پروا نکن تو برای همون جای گفتگیت برای کو همه پولای کیسات که تمام شد تو صحت میشی با همون زفری کرسف چی همون زفری قدیمه تنی آدمی شریف است و جان آدمیت نه همین لباسی زیباست نشانی آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی چی میانی نقش دیوار رو میانی آدمیت. وای این همی هم خوشون آدم حساب میکنم با چی روزه که ایزدن یعنی در اختیار ایا دادیم نه ایزدن آواد میشه و نه یا ایزدن دور میشن. خیلی گفتن در کارشون صاف شخصی گایی این همین خط نگذار
Вань, اگر یک شرکت بگذارم بود چرا پلیتمش کنم باید تو چی اون طرف شایدتای ریمون میکنی؟ این طرف شما همه طرف نگذار ما در کار نیست من این طرف کنم باز کنم من نمیدونم دونی من نیم تو نکن فهمیدی؟ من نمیدونم راستی گپ من نمیدونم اگر از سلام علیکم بگم شما علیک گرفته میتونی نه که از سلام علیکم و علیکم بر سلام سلامت باشه شما احوال ختان دیدوزه ها همجا نگو هر دو تا گفته سو نگاه کنید ای چی روزی که همین زدن را شما دو باور کرده سپردین که اواد کنین نه همه ازدانی اواد میشه و نه شما همینجا میرین چی گپای چی گپای همین روز راست میگی بابا راست میگی آخر همه خیلی پساب نیکتی کارت پیش من روز درست کیف کسه با رنگی من اقلا خشه بخفه اگه تو استایی و این پساب نکد آخه همه کاری هم پاسور نی استا و وابستگی نداره بودی بله استا که هم خلیشه پاسور نمیکنم هم خیلی انا دیدی که ای بی کی بده ای بی تو اگر استا هوشار بگرده پساب نیکشم هوشار میگرده ای عرخری رو بس کنید عرق برای ما و شما نیست تایاخی ای به شرمم که ندونین اقلا او بالا نمیدونین آدمی برای عرخری به دنیا نی اومده آدم وظیفه خودش داره در روی زمین و یک بار هوشیار بگردین وظیفه اصلی خودتون حس میکنین ای ویا همین بابی گوش کن احوال تو دیدازی شاگرد اول من خیلی اخت دیده نمیتونی ای ریا نگو کن یه وقت شم خیلی نمیشه انا ای آخه شما را وش پرودید میکنه بابی انا درست نه یه ماشین همیز زده نگرفته ها یا ماشید گرفتید نه که هیچ نه که یک جایی ایزدنی آورد شما هیچ نه که شما یه روز هوشیار بگردین یا که هیچ بری گوش کن اگر تو این روز عرق نمیخوردی طولی عرقی که خوردی اگر جمع میکردی حالی صاحب سملیات شده بدی گوش کن اگر تم عرق نمیخوردی و پولی عرق خوردگی تو رو جمع کردی حالی تو صاحب سملیات شدگی بدی شما کو صاحب سملیات میشیده نه ای بابی چه خود در حیات عرق خوردگی نیستی؟ نه خیلی که بابی گوزن سملیات در کجای